این یه گوشی 11 تی پرو شیائومیه. اینم کلگی و کابل اورجینال خودش هست. اینم یه کلگی کابل کپی بازاری هست. یه چیز جالب میخوام نشونتون بدم. اینو میزنم به برق، اینم وصل میکنم به برق. ببینید الان با کابل شارژ اورجینال خود همین گوشی وقتی میزنیم به شارژ زد 120 وات ماکسیموم، یعنی همه چی تا اینجا اوکیه. حالا این کابل کپی رو برمیدارم میزنم به آداپتور اورجینال، حالا وصل میکنم به گوشی. فقط داره 55 وات خروجی میده. شاید بگه کابلش خیلی آشغاله، نه. حالا اینجا رو نگاه کن. الان وصل میکنم به خود کلگی کپی. یه بار دیگه. زد 120 وات ماکسیموم. نمیدونم متوجه منظور من از این ویدیو شدی یا نه. بذار برات بیشتر توضیح بدم. شما زمانی که از شارژرهای کپی 67 واتی یا 120 واتی استفاده میکنید، این شارژرها جوری طراحی شدن که توی ثانیه‌های اول فقط برای دلخوشی خریدار 120 وات ماکسیموم یا 67 وات ماکسیموم رو بزنن، ولی در ادامه به قدری افت آمپر پیدا میکنن که مثلا گوشی 120 واتی که باید توی 20 دقیقه فول شارژ بشه به 40 یا 50 دقیقه میکشه. برای همینه که کابل کپی روی کلگی اورجینال فقط 55 وات خروجی میداد. یعنی اون داشت راستشو میگفت. توان این کابل فقط 55 واته، 120 وات نیست. بفرست برای دوست شیائومی بازت چون خیلی به دردش میخوره.